من مانی هستم. سال 1365 به دنیا آمدم در تهران. الان 3 سال در آستین زندگی میکنم و میخوام در مورد انتخابات، در مورد دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، دو دورش صحبت کنم، از جامعه‌ای که در اون موقع بود و من به عنوان یک بچه تو اون دوران داشتم میدم و میخوام در موردش صحبت کنم. در دوره انتخابات اول آقای خاتمی من نمیتونستم رأی بدم، کلاس 5 بودم و جامعه، ولی جالب بود برام برای اینکه جامعه تغییری کرده بود. همه فعال بودن. توی مدرسه ما بچه‌ها می اومدن در مورد انتخابات صحبت میکردن، ناظمامون حتی صحبت میکردن، معلمامون هم یه حالتی بود که داشتن صحبت میکردن و یک جورایی تبلیغ میکردن همه تو اون دوران. و تبلیغاتی که مثلا انجام میشد این بود که بچه‌ها خب تو اون سن ما هیچ کدوم کاری نمیتونستیم بکنیم، فقط میتونستیم عکس آقای خاتمی رو مثلا به دوستامون بدیم، یا خود من یه عکس از آقای خاتمی داشتم توی کیف پولم نگه می‌داشتم و مثلا احساس میکردم که تو اون دوران دارم از آقای خاتمی مثلا حمایت میکنم. در همون دوران 2 نفر از کسانی که اهمیت داشتن، 2 تا از نامزدهای انتخاباتی که اهمیت داشتن، یکیشون آقای خاتمی بودش و یکیشون آقای ناطق نوری بودش و رقیب اصلی آقای خاتمی، یعنی همه توی جامعه، آقای ناطق نوری میدونستنش. خیلی هم میگفتن یا با آقای ناطق نوری رای بدین یا با آقای خاتمی، ولی طرفدارای آقای خاتمی در اون دوران خیلی بیشتر بود و خیلی مردم پشتیبانی میکردن از آقای خاتمی و یک محبوبیتی داشت آقای خاتمی در اون دوران. من یادمه تو اون دوران ما حتی کسی که منو از خونه میبرد تا مدرسه هم در مورد آقای خاتمی صحبت میکردش و یعنی کل جامعه تو این انتخابات یک جوری فعال شده بودن. یه سری اشخاصی توی ایران میگفتن ما مثلا رأی نمیدیم و چون میخواستن یک جوری مخالفت با اون شرایط موجودی که توی ایران بودش میخواستن بیان کنن، میگفتن ما رأی نمیدیم. و کسانی که طرفدار آقای خاتمی مثلا پدر مادر من یا اشخاصی که دیگری که مثلا توی فامیلمون بودن، سعی میکردن این افراد رو راضی کنن که در انتخابات شرکت کنن تا آقای خاتمی رأی بیاره و از نظرشون یه اهمیت داشت، برای اینکه به نظرشون میاد جامعه داره تغییر میکنه و آقای خاتمی فرد مناسبیه برای این تغییر و جامعه میخواست این تغییر رو. توی همون دوران آقای خاتمی در 2 خرداد رئیس جمهور شدش و بعد از اون خیلی تغییر کردش. ما یادمه که تو همون دوران اهمیت مطبوعات و نشریات خیلی زیاد شده، یعنی وارد زندگی ما شدش. ما قبل از اون من یادم نمیاد مثلا پدر مادرم خیلی روزنامه میخوندن، ولی در زمان اصلاحات ما هر روز پدر من روزنامه میگرفت میخوند، مادرم میخوند. حتی من کسایی میشناختم که خیلی با طرفدار رژیم هم نبودن، یعنی طرفدار حکومت نبودن، ولی اونها هم روزنامه ها رو میگرفتن و مطالعه میکردن و خیلی اتفاقات در همین دوران توی روزنامه ها اهمیتش بیشتر بود و اینکه تلویزیون در اون موقع، تلویزیون ملی ایران اون موقع اصلا این خبرها رو پخش نمی کردش و بیشتر طرفدار گروه مخالف آقای خاتمی بود، بیشتر جزو محافظه کاران بودش. و در صورتی که روزنامه اصلاح طلب بودن، خیلی زیاد بودن و خیلی چاپ می شدن و خیلی جریان جالبی بود و اینکه یک جورایی همه در مورد اون دوران صحبت میکردن. من یادمه مثلا ما مهمونی که میرفتیم، پدر مادر من سر میز شام یا هر جایی مثلا با 2 نفر میشستن، بالاخره یک بحثی در مورد اتفاقاتی که در اون دوران میافتادش صحبت میکردن. میگفتن که مثلا تو روزنامه اینو خوندن یا اتفاقات دیگه‌ای که تو اون جریانا میافتاد. خب ما هم بچه بودیم، اهمیت نمیدادیم، ولی این موضوعا رو بالاخره یک جورایی میشنیدیم، اسمایی مثلا مثل اصلاحات میشنیدیم، محافظه کاران میشنیدیم و کم کم داشتیم با اینستا ما هم یاد میگرفتیم هر کدوم از اینا چی هن که مثلا خاتمی جزو اصلاحات
مثلا گروه های دیگه مثلا جزء محافظه کاران و خیلی طرفدار نداشتن از نظر توی خانواده ما و خیلی ما طرفدار اصلاحات بودیم. این دوران اول آقای خاتمی تموم شدش. بعد از اون انتخابات دوره دوم آقای خاتمی شروع شد. تو همون جریانات دوباره اشخاصی بودن که از آقای خاتمی ناراضی بودن، میگفتن ایشون به قولایی که دادن عمل نکردن و میگفتن که ما نمیخوایم دوباره رأی بدیم. دوباره همین جریانات اتفاق افتاد که خانواده من دوباره شروع کردن از آقای خاتمی تبلیغ میکردن. من یادمه من با پدرم توی تاکسی بودیم، راننده تاکسی برگشت به بابام گفتش که خاتمی هم که کاری نکردش و پدر من شروع کرد با راننده صحبت کرد و نظر راننده تاکسی رو عوض کردش و راننده تاکسی آخرش گفتش که باشه من مثلا میرم رأی میدم، پس فکر خوبیه که دوباره در این انتخابات شرکت کنیم. توی همون تاکسی راننده گفتش که بعد از آقای خاتمی چه کسی ممکنه بیادش. همون موقع مثلا کسی که پدر من مثلا گفتش گفت آقای مهاجرانی مثلا میتونه بعد آقای خاتمی بیاد. یعنی خیلی‌ها میگفتن خب بعد از آقای خاتمی قراره چی بشه. بعضی از تفکرها این بود که بعدش قراره چی بشه. آیا این شرایط که هنوز آقای خاتمی اون شرایط ایدئالی که همه جامعه میخواست و براشون ایجاد نکرده بود؟ و پدر من اون فرد رو قانع کردش که به آقای خاتمی رأی بده و گفتش که این جریان قراره باز بهتر بشه و این جریان قطع نمیشه، ادامه قرار داشته باشه. یکی از مهمترین اتفاقاتی که واسه من توی زندگیم افتاد در همون دوران دوم آقای خاتمی این بود که من اولین بار میتونستم به آقای خاتمی رأی بدم. تا قبل از اون خب من که نمیتونستم به هیچ کسی تا اون لحظه نمیتونستم رأی بدم. درست روز انتخابات آقای خاتمی 18 خرداد، من روز قبلش 17 خرداد من 15 سالم میشد و اولین رأیی که میتونستم در زندگیم بدم دقیقاً فردای همون روز بودش و برای خود من جالب بود، برای اینکه داشتم توی این جریانی که پدر مادرم یا جامعه داشت باش پیش میرفت، من هم داشتم یک نقشی رو بازی میکردم، یک نقشی رو داشتم، یک اقدامی رو داشتم میکردم که تا قبل از اون توی این جامعه شاید من شخصی محسوب نمیشدم، شاید از نظر توی جامعه هویتی نداشتم تو اون شرایط، ولی در زمانی که داشتم رأی میدادم داشت یه تغییری ایجاد میشد واسه منم، برای اینکه توی جامعه منم داشتم توی کشورم یک تغییری ایجاد میکردم. من همون روز و روز 18 خرداد من با پدر مادرم رفتم حوزه انتخابیه، رفتم اونجا، شناسنامه‌مو دادم به اون مسئولی که اون پشت نشسته بود. مسئول اون پشت دید که تولد من دقیقاً روز قبلش بوده. براش خیلی جالب بود. به کسانی که اونجا بود گفتش که ببین مثلا همین دیروز، از همین امروز میتونه رأی بده، دقیقاً همین دیروز شده، 15 سالش شده. هیچی در اون شرایط برگه رأی رو به من داد. من رفتم توی گوشه‌ای اسم آقای خاتمی رو خودم نوشتم روی برگه رأی، رفتم به سمت صندوق و اون برگه رأی رو انداختم توی صندوق و با آقای خاتمی برای اولین بار تو زندگیم رأی دادم.